بالافرین هفپیمانیا ناودولتی دو ایواره چند اپراسیون لکوبانه و دردوراوی لدجی داعشه پیکانین هفدم شرکی گرانین هزین کردی بچکدارن ویری خستنی را بردوام کرن و دنجام ده هزین کردی کاری نجالی باشوری باجیر و کنیزیکی درگه باجیر پیش بکوین. لگوری جدرین دناوا باجیر ده که بالافرین هفپیمانیا ناودولتی 5 اپراسیون لدجی داعشه لکوبانه انجام دانه که 2 اپراسیون لالی روجهلاتی باجیر هاتنه پیکانین. هر وها شروپفچون لالی باکور و روجهلاتی باجیر لدردورا مزگفتا حج رشاد و بازارا کسکاتی و شارادری دنابرا یپگی و چکدارین رخصنا نافبوری ده درکتن. خلکین کوبانه لخالات الشعیری السسینوری دنابرا کوبانه و باکور کردستان ده آسیمانه. دیمنه که ویدیویی ده که گهشتی دستی آرکه دیار دبه که هجمارک باش مالباتین کوبانه لخالات الشعیری السسینوری باکور کردستان تفلی اوتومبیل و دوارین خواه آسیمانه. کوبری چند روزان رخصتنا رادیکال یا بناوی داعش گندی تلشعیری یکو ب 4 کیلومتران دوری کوبانه کنترول کربون لی پشت هزین کردی و بالیکاری بالافرین هفپیمانیا ناودولتی او گند خستن دبن کنترول خوده و یپگی آلا خوشی لسرگری وی گندی بلند کربو. جالی خواه فرمانده ناوندی یا هزین امریکای را گهاندن که بالافرین هفپیمانیا ناودولتی 5 اپراسیون لدجی پیگه داعش لکوبانه انجام دانه. فرمانده یا ناوندی یا هزین امریکای داخویانی که ده گوت که بالافرین هفپیمانیا ناودولتی چند دیریشن آسمانی لدجی رخصنا داعش لباجار کوبانه پیکانینه و ده انجام ده یکینه که توپان یا داعش و چند آواهی و پیگه نوی هاتنه جناف برن. دوی داخویانی ده هاتیه که امریکا ولاتین هفپیمان دو اپراسیون خوده لدجی داعش لکوبانه بالافرین به بالافروان و بالافرین شر و توپین گران بکارانینه. اف بهتری مهکیه که شروپفچونین دجوار دناورا هزین کردی و چکدارین داعشه لباجار کوبانه بردوام دکه که داعش دخوازوی باجاری کنترول بکه لحتا نهار راستی شکاندنه دوی شریدتی. جبو برنامه آرک آلن حبیب.